با شکرگزاری از تنجی و روزگار آسوده ساکنان جماعت دهات 10 سالگی استقلالت شهر ترسونزاده با رعایت رسم آیین اجدادی و روح بولیده و خوشحالی دسته‌جمعانه نوروز را پیشواز گرفتند. نوروزگاه ساکنان جماعت با طور ملی آراسته شده دسترخوان نوروزی عبارت از محصولات استحصال خودی و هفسین و هفشین آرا داده شده بود. مردم با شکرگزاری از صلح و وحدت ملی کشور شادی و خرسندی می‌کردند، همدیگر را به این جشن اجدادی و آغاز کشت و کار بهاری تبریک می‌نمودند. از جانب خوانندگان مؤسسه‌های توسط میانه عمومی تابع جماعت یک برنامه تئاتری کننده شده پیشکش ساکنان این گوشه کشور گردانده شد. باید گفت که جشن بین‌المللی نوروز را در شهر و نویه‌ها و دوردست‌ترین دهات کشور با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌کنند. به میدان بزمگاه آمدن بهار و نوروز شکوه و شهامت چاره‌بینی را باز افزون کرد. هوسکاران و خوانندگان مؤسسه‌های توسط میانه عمومی و ساکنان جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت با برنامه فرهنگی عبارت از رقص و سرودها برآمد کرده خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. در حقیقت نوروز همچون قدیمترین و زیباترین جشن مردمی در دامان طبیعت زیبای کهندیار ما ظهور کرده است. نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح زندگی ساز و تمدن آفر اجدادی ما پیوند ناگسستنی داشتند. رسم و آیین‌های آن دارای رمزهای میباشند که از قدیم تا به امروز با روزگار مردمی سازنده و آبادگر و فرهنگی و تحملگرای ما سازگارند. شاهد آن گشتیم که چاره‌بینی اداره تشکیل نموده خوانندگان مؤسسه‌های توسط میانه عمومی با پیشنهاد بهترین رقص، صحنه، سرود، موسیقی، ایجادات فولکلوری با استفاده از سنت‌های قدیمی نیاگانمان خیلی جالب و خاطرمان گشت. تجلیل جشن نوروزی در شهر و دهات ترسونزاده با رعایت سنت‌های خاص اجدادی و برگزاری مراسم خیرخواهانه هنوز هم ادامه دارد.